عمر میگه برای ما فتح و پیروزی بود. وقتی که حضرت عمر مسلمان شد، حضرت عمر که مسلمان شد، آشکار مردم میرفتن در کعبه مکه نماز میخواندن، آشکار نماز میخواندن. پیغمبر گفت ما در حقیم یا در حق نیستیم؟ گفت در حقیم. گفت اگر چی پنهان نماز بخونیم، بیا آشکار بریم و نماز در مکه نماز بخونیم. هجرت چه میگه؟ هجرت چه حضرت علی کرم الله وجهه میگه هجرت چه میگه نصرت برای مسلمین بود. خیلی در روزی آشکار میگه آمد نماز خواند و چی؟ نماز خواند و گفت که سینه میگه طاف کرد کعبه رو و میگه فریاد زد سینه مشرکای مکه که هر کسی میخواد که یعنی زنش بیوه بمونه، هر کسی میخواد که دنالش مادرش بشینه ای کعبه بیرون ببرایه، من هجرت دارم. همه میگن مخفیانه هجرت کردن، لیکن عمر مخفیانه از هجرت نکرد، آشکار آمد هجرت کرد. میگه حضرت عبدالله ابن مسعود میگه خلافت چم یک رحمت بود، تمام دنیا در زیر رحمت قرار گرفت. ببینیم پیغمبر خدا گفت که مال کسرا مال قیصر در راه خدا انفاق کرده می شود. هر صحابه ای را آرزو میکردند، یعنی نصیبی که شد نصیب عمر شد. در زمان حضرت عمر قیصر مالش در راه خدا انفاق کرده، کسرا را در راه خدا انفاق کرد. پیغمبر خدا گفت لا قیصر الیوم لا کسرا الیوم، گفت این دیگه امروز کسرا نیست، قیصر نیست، همه اینا رفت. آزی دیگه قیصر نیست، کسرا نیست، همه دیگه رفت. اسلام ای آزی الحمدلله. در سرزمین قیصر هم در سرزمین کسرا هم اسلام، در تمام دنیا اسلام ای. همون اگر ببینید پیغمبر همون شب جنگ احزاب همون کناج قطعی میزد، میگه یک نور میگه بر روم میرفت، یک نور به شام میرفت، یک نور به فارس میرفت. پیغمبر همون جهت تبسم کرد. صحابه ها گفتن یا رسول الله چی تبسمه؟ گفت نور اسلام به تمام دنیا میرود، نور اسلام به تمام دنیا میرود. یگام خانه نیست که در او خانه نور اسلام ندارد. انشاءالله در تمام خانه ها در تمام کاخ های دنیا رونق را روز به روز افزون میکنم، نام تو بر زر بر نقره ها زنم. برای همین نگاه میکنیم حضرت عمر رضی الله عنه در زمان خلافتش ببینیم یک رحمت بود. در همه جا حتی والی ها را میمون، والی ها شمیرفت خبر میگرفت. حضرت عمر اگر ببینیم به شام میرفت قطعی غلامش نوبت میکرد کدام راهبری کار میکنم. میگه در همین شام رفت، در همین شام رفته نوبتی غلام شد، نوبتی غلام شد، از بالای اشترش پر آمده غلامش سوار کرد. و علیکم السلام میخوره. میگه در همین شام رفت و نوبتی غلام شد، نوبتی غلام شد. غلامش چکار کرد؟ غلامش میگه همینجا حضرت عمر پر آمد و غلام سوار کرد. با ابا عبیده آمد گفت که امیرالمومنین چیکار میکنی؟ مردم پیشوازی تو آمده ایستادن، آخی این غلام در اشتر سوار و تو پیاده رفته ایستاده. گفت که ابا عبیده را که گفت به سخنان مردم گوش نده. ابا عبیده عزت ما در اسلام های، انسان به شهامت شناختش نمیشود، به ایمان شناختش میشه. حضرت عمر مهر اشتر در دستش دریاچه را میگه گذشت، ابا عبیده پیشوست، مردم پیشوازش گرفتن، یعنی پیاده میرفت به شام. برای زنک ها تعالی داشت. در زمانی که خلافت داشت میگه از مدینه بیرون برآمد، در همه یک صحرای رفت، صحرای در رفت که میگه شب میگه یک مرد را دید که همونجا آتش در گراندگی، همونجا آتش در گراندگی ششتگی درون خیمه یک صدای زنک می آید. حضرت عمر پرسیدش که این صدای این زنک کیه؟ گفت که خی زن من، گفت بیمار شدگیه. به حضرت عمر گفت که قدیش دایه داره. گفت چیکار داری سینی حضرت عمر؟ این مرده که سرایی بود، آقی کیستانی سرایی بود. گفت چیکار داری آخی؟ گفت تو به چیکار داری؟ نه گفت پرسیدم. آمد در همین لحظه آمد به مدینه را، آمد زنش گلثوم دختر حضرت علی را گفت که وقتی طلایی آمدگی باید چی؟ بریم یک زنی آدمی صحرایی را چی؟ یعنی تنبیه دایگیش کنی. میگه آمد، میگه
گلسوم دختر حضرت علی کرم الله وجه دختر فاطمه زهرا گفت که چرا نمیرم امیرالمومنین چیزی شما بخواین میگه آمد خطش با حضرت عمر میگه یعنی تمام آورد که آراسته کردگی برای همین میزایدگی زنک آماده کردگی بود. میگه در بیرون بود حضرت عمر قطعی مردک این گلسوم داخلی یعنی خیمه شد. خیمه را نگاه میکنین این گلسوم اقتدایگیش کرد. این زنکی تمام کرد یعنی کودک تولد کرد. این گلسوم درونی همون خیمه امیرالمومنین گو بشارت بته برادر تکی زنش بچه کرد. و امیرالمومنین گفت آدم یعنی در اندامش لرزه افتاد گو امیرالمومنین من امیرالمومنین اون گفت. فهمیدی؟ در زمان خلافتش یک آدم از شام آمد گفت که امیرالمومنین بگم یا عمر؟ گو هر چی که میگوی بگو عمرت بگم. گو عمرم بگو آخی ما عمرم آخی. گو امیرالمومنین بگم یا عمرت بگم؟ چیزی میگوی گفتم بگو عمر. گو عمر آخی. ببینه همین زنک چیه؟ همون وقتا که دایه تولد کرد چیش کرد گفت فردا پیش این آدم گفت که من پیش امیرالمومنین رفتنی بودم پیش امیرالمومنین رفتنی. گفت من همون امیرالمومنین فردا بیا به دربار من یعنی حاجتای تو را میبرم. در شام اگر ببینیم هرمزان وقتا که هرمزان وقت لشکر فارس هم میگیرن میارن اسیرش میغلطانن میارنش بعد میگن که هرمزان میگن من وارد مدینه شدم گفتم یگم کاخ داره یگم قصر داره عمر یگم محاسب داره یگم آدمی داره. میگم عمر که در مسجد بگم در تای سرش همی از سلش ماندگی خوابای. و میگه عربوش امیرالمومنین میگه من امیرالمومنین نمیدونم چی است. و میگه گفتم که با شما میگه یک فرض بود میگه گفتم یکی گو اما عمرش همیه همو گفتم هم نبی پیغمبر ای نه گو پیغمبر نیست او صحابت نبی صحابه پیغمبر ای. وقتی هرمزان میگه در لباس دید که پر از زر سوختگی بود گو برین لباس ها شب بکشیم با بگیرین بیارینش. این اهل دنیا برای من لازم نیست حضرت عمر این را ببرین لباس ها علیش کنین با بگیرین بیارینش. میگه آوردنش همیت آمد خیلی هرمزان حیله کرد. میگه حیله کرد همیت دستش میگه همیت آوا دادن گم تشنه ایم آوا باید بخورم همیت دستاش لرزانده هرمزان همیت دستش لرزان که نیرالی فارس بود. بعد گفت که حضرت عمر چی دستات میلرزه؟ گفت میترسیم که مرا میکشی. گفت تامی آب خوردن تا در امانی نمیکشمت. گفت نه این گفت که تا آب خوردن من در امانم. گفت بله آب ریختک آب نخورد. گفت خیلی من دیگه در امانم تا آب خوردن که گفتی در امانی تمام دیگه من در امانم دیگه. بعد دیگه این آدم هرمزان گفت که خیلی من در امانم دیگه حضرت عمر گفت تردم میمانم من تره میکشمت. گفت که برای ابن مالک انصاری کشتی فلانی کشتی. دیگه انس ابن مالک شهادت داد که امیرالمومنین گفت تو گفتی که همین را من نمیکشم تا خوردن. و این انس ابن مالک شهادت داد با هرمزان گفت من قسم به خدا در دنیا یگام قانون یگام دین را ندیدم که مانند همین دین عادل باشه که بر بالای راهبر شما شهادت میتین. شما گفت برادر تمام کشتگیم برای ابن مالک انصاری کشتگی بود همین هرمزان کشتگیش بود برادر انس ابن مالک کشتگی بود. دیگه شهادتی به طرف او داد. و خیس هرمزان اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله مسلمان شد. تا زنده بود مدینه بعد نبرمد. این عدالت اسلام دیدن مردم عدالت اسلام دیدن مسلمان شدن. با زوری نمیشوه با عدالت پر کردن اینا. اگر ببینیم حضرت عمر فرزندی خودشون اول داره زدن گفتن اول فرزندی خودم شروع نکنم فرزندهای دیگر من داره زدن نمیتونم. اول کار از خانه خودشون سر کردن. ولقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقيموا يعني وانزلنا معهم الكتاب ليقيموا وانزلنا معهم الكتاب. یعنی خدا میگه من پیغمبرا را فرستادم براشون میزان فرستادم و کتاب فرستادم تا که مردم در عدالت زندگی کنن. عدالتی واقعی در چی؟ در قرآن.
برای همین اگر نگاه میکنیم صحابه های پیغمبر یک عدالت ببینیم، حضرت عمر رضی الله قطعی غلامش نوبت میکنه، کی کار میکنه، کدام راهبر میکنه، کی میره که مثلا یک زنه که در بیرون شهر بره یک آدمی متدین کار نمیکنه، آری رئیس در کجا، یک خاری کار نمیکنه، یک داملای کار نمیکنه، میگه امیرالمومنین میروه امپرای شام، امپرای روم، امپرای کسرا در زیر پاشه نگه یک خسته میگه میبرداره، گریه میکنه، میگه ای کاش همین عمر همین خست میشدی که تو در روز قیامت ای عذاب خدا رها میافتی، ای کاش تو همین خست عمر میشدی تا که از عذاب خدا رها میافتی. برای همین برادران عزیز اگر قصه حضرت عمر ما بیان کنیم، این قصه طولانیه، ولکن حضرت عمر رضی الله عنه در زندگیشون چی داشتن؟ عدالت داشتن. عدالت حتی زمان خوشحالیشون میگه همین نان یعنی جویم یعنی نانی گن بگیم روغنی را نخوردن، رنگاشون زرد شد. خواهرش فاطمه گو ای عمر گو میبینیم رنگت زرد شدگی، گو به خدا قسم تا اگر کودکای مسلمان نان روغنی را نخورن، نان روغنی را من نمیخورم. حتی با شام رفت طعام بهترین آراستش کردن، با گفت که همین طعام همین خیلی طعام پختگین یا برای من، گفت که نه برای همین تو مخصوص همین طعام، گوی طعام برای مردم تقسیم کنین، من از طعام عادی بیاریم بدین. گفت منم طعام مخصوص نتین، گفت من یک فردی شمایم، یک فردی مسلمانم، من ای خیلی نکنین. گفت ببینین عدالتی حضرت عمر رضی الله عنه چه عدالت کردن. وقتی گفتم کیسرا را مال کیسرا را میارن، قیصر را میارن، همه ما را به دستای خودش تقسیم کرد. ایرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود به دست یکی از صحابگان من، یعنی چی؟ کیسرا و قیصر یعنی مالش در روی خدا انفاق کرده می شود. ببینین مال کیسرا را انفاق کرد. گفتم امروز روزی که عبدالرحمن ابن عوف گریه کرد، وقتی حضرت عمر گریه کرد، عبدالرحمن ابن عوف گفت که یا امیرالمومنین وقتی خرسندیه، گفت به خدا قسم می مال میبینم یعنی دلم سیاه شدگی، در هر جای مالای در اوجا دشمنی. گفت می ترسم، گفت از این مال می ترسم، از این مال می ترسم. همون مال همون ساعت در مابین اصحاب تقسیم کردند. همون سراختی مالی که مدلجی را یعنی جامعه کیسرا رو چرا پشاندش، همون زمان بود. یعنی حضرت عمر رضی الله تمام داراییش هستیش یکم قصر یکم داره برای خودش باقی نماند. برای می برادران عزیز حضرت عمر را در تاریخ نظر کنیم، خداوند بیانش میکنه که این شخصیت کیشه شخصیتی بودن که در خدمت اسلام بودن. حتی میبینیم در زمان همون خلافتش به شام حرکت میکنه، یکی از صحابه را در همون شام میگن راهبر ماندگی بود. همین برادر عزیز در همون شام یکی از صحابه سعید بن عامر جهیمی را در همین شام همسده راهبر ماندگی بود. با میگه همین جره من میگه پیشی مردم همسه رفت، گفت که امیرال گفت کیف وجدتم امیرکم، امیرتون چخیل یافته، امیرتون چخیل یافته؟ گفت امیر بونا در خیر یافتیم و 4 کمبودی داره همی امیری. گفت کمبودیش همیه که سحریات دیر می آید. اکه راهبر پادشاه همسه حضرت عمر ماندگی شای، اکه به سراغش رفته که مردم چی خدمت چه میکنه می آدم. با میایم میپرسه که همی امیرتون چی کمبودی داره؟ میگه 4 کمبودی داره. 4 کمبودی میگه داره. کمبودیاش میگه چیه؟ میگه کمبودیش همیه که سحری دیر می آید. سحری ها دیر می آید. بعد سعید بن عامر پرسید که ای سعید چرا دیر می آیی تو؟ چرا دیر می آیی تو؟ گو که امیرالمومنین اکه مجبورم کردی بگو مگنه این سیری خانه بود. گو مجبورم کردی. گو چی مجبورم کردی؟ گو بیان که گفت در خانم خادم ندارم، کنیز ندارم، خودم سحری میخیزم خمیر میشورم تا خمیر میرسه تا اون را میپزم که میرم که دیر میشه آخی. گو همین خیل؟ گو بله. گو چه شما مردم قبول نمینه؟ روز قبول نمینه. گو ما روز ما برای مردم بخشیدگیم و شما ما برای خدا بخشیدگیم. امیرالمومنین شما برای خدا های ما قطعی مردم لغلق کنم تا شب تا روز
عبادت خدا چی میشه؟ کار خدا چی میشه؟ من روز ما برای مردم بخشیدگیم، شب ما برای الله بخشیدگیم. گو چرا در ماه یک بار مردم روز قبول کردن نمیتونی؟ گوی امیرالمومنین اکی یک سیر بود مجبورم کدی بگم. گو چی؟ گو همین لباس دارم همو را میشون دیگه مردم قبول کردن نمیتون. تن لیشه اخی دیگه لباس ندارم اخی که بپوشم. حضرت عمر میگه آبی دیدش جاری شد. گو تو همی خیلی همی خیلم. گو تو رهبر یک دولتی، پیشوای مردمی، پادشاه دولتی تو نداری؟ گو ندارم. گفت حضرت عمر که میگن چهارمش همی که تو بیهوش میشه میغلطی. گو بله. گفت گو بله بیهوش میشه من میغلطم، گاه بیهوش میشه میغلطم. گو بیهوش شدن غلطیدن تو چیه؟ گو سید ابن عمر چه بیهوش شدن غلطیدن تو؟ گو که زمانی که من مشرک بودم کافر بودم خباب ابن عدی را آوردن در بندی دار کشیدنش، من تماشا میکردم. همون پیش رو میاد که خدا در روز قیامت نخیزونم بگه ای سید ابن عمر چرا پیشگیری نکردی؟ چرا یاردمش نرساندی؟ تو در میدان تماشا کردی. برای همون بیهوش میشه میغلطم. ای ترسی خدا میغلطم که روز قیامت خدا نخیزونم بگه سید ابن عمر چرا پیشگیری نکردی؟ برادر کشتن، بنده من کشتن، خباب ابن عدی را کشتن، تو تماشا کردی. میگه در این حالت میگه حضرت عمر گفت دیدین این امیر من غلط کردگی نیستم، امیرای را که موندم اینا را من غلط کردگی نیستم. همه دنیا میرفت. حتی ابو عبیده را گفتم رفت در شام خبر گرفت که چخیلی زندگی دارن، مردم چخیل معامله دارن. با وقتی که مسئولیت انسان گرفت باید مسئولیت حلال کنه. حضرت امیرالمومنین عمر رضی الله عنه تمامی زیر دستاشا تمام مردم چی میرفت و میپرسید، حال مردم خبردار میشید و میپرسید که همین رهبرا چخیلن. برای همین حضرت عمر اگر ببینیم سید ابن عمر نگاه میکنیم جهیمی را رفت خبر گرفت. در چی؟ در شام در حمصه خبر گرفت، از مردم حال پرسش کرد. و در این حالت دیگه مجبور شد این صحابه جلیل قدر چی بیان کردن که همی خیل کمبودیا را بیان کردن. حتی بگه براش گفتن که همون نام کمبغلاتون را بنویسین، نام همین سید ابن عمر را نویساندن. یک ای نماینده ای که همین حمصه رفت پیش حضرت عمر گو نام همین کمبغلاتون را بگو. پیشکی گو که همین سید ابن عمر. گو هم سید ابن عمر امیرکم، امیرتون رو میگن. گو امیر مونا. گو پادشاهتون رو. گو پادشاه مگو کمبغل ای. این شما ببینید برادران عزیز مکتبه چی؟ مکتبه اسلام. برای می خالد حضرت برای چی یک کار گرفت؟ اگه خالد به اون معنا گرفت که خالد اصلا اولادای حضرت عمر رضی الله عنه، لیکن برای آن گرفتش که همین مردم خالد میکردن. گو به خالد همیشه این کاری خدا به خالد همیشه، به عمر همیشه این کاری خدا میره. گفت دیگه مردم همین خالد کیسن دیگه همین رو برای همین گرفتش نه. برای دیگه مردم هم خالد هر جایی که خالد باشه اونجا میگفتن پیروزی ای دیگه. خدا را مردم فراموش کنن خالد کرد. با حضرت عمر گرفتش. گو که من میدونم با خدا ای خالد من با تو غرض ندارم، با تو غرض ندارم، لیکن چه من ترا بگیرم. لیکن همون روز مردنش با آمد حضرت عمر گریه کرد. گفت مادر دیگه مسلمان مانند خالد تولد نمیکنه. گریه کرد. لیکن همین اسبش قصه داره، همین اسب هم فراست داره ده. همین اسبش گریه کرده تا لبی قبر رفتک ده. اسب خالد ابن ولید گریه کرده همین تو آب دیدش ریخته اسبش تا همون قبرستانش رفتک. حضرت عمر آمد در مردن خالد بالای سر خالد گریه کرد. گویا الله گفت دیگه مانند خالد فرزند مسلمان، مادر مسلمان مانند خالد تولد نمیکنه. گفت گریه کرد. دیگه غرض نداشتن اوناخی رحما بینهم بدن، در ما بینشون اونا مهربان بدن. خالد هم که گریب ابو عبیده را گفت که من همون آدمم دیگه آدم شدگی نیستم، من کار ما ادامه میتونم، من برای خدایم، برای نه عمرم نه برای تیم، برای الله کار ما ادامه میتونم. دیگه خالد در خانش مرد. حضرت عمر اومد بالای سرش گریه کرد. گریه همین اسبش هم را گریان کرد. میگه
تا لبی قبر تا گوریستان میگه اسب خالد بن ولید رفت از قفای خالد بن ولید. ها قفای جنازه با همراه خالد بن ولید را هر چند معنیش کردن نتونستن اسب به همون لبی قبرستان رفتن تا خالد گور کردن آبهای دیدش میگه جاری بود آمد میگه گشت آمد رجال حول رسول بیان میکنه که در میگه خالد اسبش میگه برای خالد اشک ریزان. عمر هم گریان شد میگه برای خالد بن ولید. خالد بن ولید یعنی شمشیر مسلول بود، یعنی شمشیر از غلاف کشیدگی الله ذوالجلال بود. لیکن همین بود حضرت عمر اگر ببینیم خالد غرض نداشتن گرفتن این حکمت داشت که همه خالد میکردن. به خالد هم گوی کاری خداوند و کان امر الله مفعولا، کاری خدا کرده شده. همین کاری خدا را ما هم که نکنیم یک قومی را خدا میاره که میکنه و این تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. خدا میگه متاسف اگر شما خدمت به مالها و جانهاتون اگر از اسلام دست بکشین، خدا میگه هر آینه من شما را نابود میسازم، یک قومی را میارم که خدمت دین نمیکنه. اگر شما متاسفانه یکی و این تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. خدا میگه اگر شما رو بگردونید از خدمت دین من به مالهاتون به جانهاتون، هر آینه من شما را نیست میسازم، در جای شما یک قومی را میارم که خدمت دین نمیکنه. این خدمت دین نمیکنه. همین خیلی ولا تزال طایفة من امتی قائمة بامر الله لا یضر من خالفهم لا یضر من خذلهم حتی یأتی امر الله و هم ظاهرون علی الناس. گفت پیغمبر خدا گوید طایفه از امتی من در همین راه من میمانه تا قیامت میمانه. اینا را مخالفیشون ضرر رساندهشون نمیتونن، خار کردهشون نمیتونن. اینا تا روز قیامت اینا پیروزن. هر کسی مقصدش الله باشه او پیروزه. برای همین نگاه میکنیم حضرت عمر رضی الله عنه خالد هم دوست میداشت. خدا چی میگه؟ الشداء علی الکفار رحما بینهم. آنها صحابه در مابینشون مهربان بودن، بی نهایت مهربان بودن. حضرت خالد گفتم در بالای سرش آمد گریه کرد. حضرت عمر گفت مادری مسلمان دیگه مانند خالد تولد نمیکنه. واقعا مانند خالد کی تولد میکنه؟ هیچ که. مانند شیر بود در میدان. میبینین در همه جنگ ها حضرت خالد یعنی اشتراک کردن، لیکن متاسفانه در خانه مردن. همونجا میگه شمشیر شبر داشت الله اکبر گفت 3 قدم به دهن درمون همونجا به جان داد. میگه زیرا از پیغمبر گفت شنیدم که در خانه مردن کاری زنها ای. دیگه در تمام جبهه ها در تمام میگه در بدنش زخم های پیکان ها و تیرها بود، لیکن در میدان شهید شدن نصیبش که نبوده. خالد بن ولید در خانه‌اش مردن. برای همین خالد بن ولید اگر ما ببینیم قهرمان میدان خالد بن ولید بود در همه جنگ. ابا عبیده هم یکی از قهرمانا بود. در همین کسل طاعون در شام مردن. اگر در همین کسل طاعون مردگیان، همین کسل همین وبای امروزه در همون در زمان پیغمبر هم بود. اولی میگن یا بعضی آدمای بد میبره، آدم بد میبره نیک میبره دیگه. ابا عبیده هم این بلا که اومد عام شوه. نمیگه که تو آدم خوبی تو گنده ای جدات کنه تری نیست. ابا عبیده هم حضرت عمر بسیار دوستش می داشتن. ابا عبیده در همین کسل مردن. مکتوبش نوشتن پر حضرت عمر در زمان خلافتش که گفت که ابا عبیده اگر همین مکتوبی من شو آمد شو، روز آمد روز در و پیش من بیا. یکی مکتوب گرفت خواندک گفت که امیرالمومنین در همه کار تو را اطاعت میکنم، نه که در کار اطاعت کردن نمیتونم. در کار اطاعت کردن نمیتونم. برای پیغمبر گفته بود که در کجایی که طاعون باشه او شهر نبروی. در کجایی که طاعونه در شهر نبروی. همین کرانتین از همون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گرفتش دیگه. گفت من در این کار اطاعت کردن نمیتونم. وقتی مکتوب به حضرت عمر رای کرد، حضرت عمر گرفت مکتوب خوان گفت که قال انا لله و انا الیه راجعون. صحابه گفتن چی؟ ابا عبیده رای دست دادیم. نگو در سرحدی مرگ. در سرحدی مرگ. مقصد طاعون همین آمدگی ای. بگه وقتی طاعون آمد ابا عبیده چی؟ در همین شام چی؟ بعد همین شام یعنی جان به جانان تسلیم کرد. ابا عبیده بچی معاذ ابن جبل گفت که خیز معاذ مسئولیت مسلمانان را بگی. وقتی که میبینیم برادران عزیز، وقتی که خبر ابا عبیده مرگش به حضرت عمر رسید، حضرت عمر گریان شد گفت بهترین انسان ما از دست دادیم. حتی ببینیم در زمانی اگر
ببینیم در زمان حضرت عمر وقتی که حضرت عمر از دنیا میگذشتن، وقتی مردن شونده گریه کردن، گو اگر ابو عبیده زنده میشدی من ترا جانشین خودم قرار میدادم، جانشین خودم قرار میدادم. روزی که به الله رو پرو میشیدم میگو ای عمر چیکار کردی امور مسلمانان را؟ میگفتم به امین امت قرارش دادم. پیغمبر خدا گفته که لکل قوم امین و امین امتی ابو عبیده ابن جراح گفتن پیغمبر تمام امت امین داره، امین امتی من ابو عبیده ابن جراح گفته. همه را پیش آوردن. حضرت عمر گفت اگر ابو عبیده زنده میشدی من هر آینت را چی یعنی جانشین خودم قرار میدادم و ای دنیا میگذشتم میرفتم. دیگه ابو عبیده هم اگر ببینیم سرلشکر بدن، خالد ابن ولید تا وقتی بدن مطیع که بدن یعنی ابو عبیده ابن جراح بدن. اگر ببینیم اینا در مابینشون کینه و قدرت نداشتن، برای چی؟ هدفشون دنیا نبود. برای چی دو نفر راست نمیگیرن؟ برای دنیا های. همین دنیا در مابینشون های. اگر همین دنیا را مابینشون بگیریم همه این جنگ جنجال های مابین میروه. همین دو آدم هم دیگر برای چی بد میبینن؟ به خاطر همین دنیا. اگر همه پیغمبرای دنیا را همه شده خانه بیاریم به هم دیگر چی؟ به هم دیگر دشمنی ندارن. برای همین دعا میکنیم که اللهم ثبتنا علی الایمان و عمل صالح و احینا حیاتا طیبه والحقنا بالصالحین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. فاغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین ولجمیع المسلمین. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار با سبب این امرهای معروف و این نهی منکر، این صداقت ها پروردگار برادر پدرشون قبل پنور و جاشون جنت بگن. پروردگار روحشون از این برادر شاد بگن. پروردگار باشندگان خاندانشون که در قید حیات هستن عمر دراز با برکت برای برادر ما محمد یوسف. پروردگار در خاندانش برکت، در خاندانش در عمر جانش برکت عطا کنه و هر مراد و مقصود خیری که دور خدا برادر خرج بگن به رحمتی که ارحم الراحمین. دو مرحله اول همی که پیغمبر مبعوث شد باید من می آمدم، اولین آدمی که مسلمان میشیدم باید من میشیدم. اینکه متاسفانه چرخ فلک دیگر گشت. من یکی از دشمنان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم شدم. اگر دست میافتم پیغمبرم میکشتم، اگر دست میافتم پیغمبرم میکشتم. اشد الناس عذابا من قتل نبیا او قتل نبیون گفت. و سخت‌ترین انسان از روی عذاب که کسی است که پیغمبرم میکشه یا پیغمبر میکشش. اون که گفت دست نیافتم پیغمبر نکشتم. من سالیانی دراز دشمنیش کردم. یه روزی از روزها گفت و رفتم در مدینه دست دراز کردم، میگه پیغمبرم دست دراز کرد و دست کشیدم. گفت که عمرو ابن عاص میگه گفتم که پیغمبر خدا گفت ما تسنی یا عمرو چیکار میکنی؟ گفتم که یا رسول الله آرزو دارم. گفت چی آرزو داری؟ در حقم دعا کنی که گناههای پیشینه ما خدا ببخشه. اما گناهایی که در مقابل تو 20 سال دشمنی ورزیدم همو را ببخشه. تا حبشه را رفته بود، تا حبشه را رفته بود که صحابه را باید بگیره بیاره. حتی به مدینه وارد شد. همین جعفر ابن ابی طالب دست دراز کرد. من گو بگی برگردی، من بگی اگه بنای من برد آورد من بردنی اومدی. بعدی عمر گفت که نه من اومدم که تو من پیش پیغمبر بری. من اومدم که من تو پیش پیغمبر بری. عمرو ابن عاص من میگم این خیلی دست من دراز کردم، دست من دراز کردم، پیغمبرم دست دراز کرد، دست من کشیدم. پیغمبر خدا گفت چیکار میکنی عمر؟ گفتم یا رسول الله در حقم دعا کن که گناهام خدا ببخشه. اگر گناهای من الله نبخشه این قدر در مقابل تو مبارزه بردم. پیغمبر خدا گفت عمر الاسلام یجب ما قبل اسلام، یعنی هجرت کردی آمدی پیش من، اسلام قبول کردی، خدا همه گناهای تو را بخشید، نه از مادر تولد شدنی. گو مرحله دوم همی بود که من رفتم وقتی که مسلمان شدم نه از مادرم تولد شدم. بعد از آن گو من راهبر بس سیمش مرحله سیمش همیه که گو در مصر راهبر شدم. در مصر من راهبر شدم. گو خیلی راهبری به کمبودی نمیشه. گریه من برای همو ای گفت. حتی بچه‌ش گفت که تا یه اشتر کشتن در بالای سری من بیستن که همو قاصدانی الله می آیند وقتی مردن شاید. قاصدانی الله که می آیند من صدای شما را بشنوم دیلم با قوت شوه جواب همونا را بگم. پروردگار کدام سو تقسیم میکنه نمیدانم. عمرو بن عاص گریان میگه رفت از دنیا. بعد میگه پسرش گفت بگردان رو تا پدر جان روش گرداند. به همین 3 مرحله گفت در زندگیم گذراندم. یک مرحله
دشمنی به پیغمبر مادم ایمان آوردم، پیغمبر را برای خودم لازم گرفتم. دیگه در مصر رفتم کمبودیا راهبر بودم، به راهبریت به کمبودی نمیشوه. برای همون گریانم که حالم چی میشیده باشد، کدام سمن تقسیم میکرده باشد، به سوی جنت تقسیم میکرده باشند یا به سوی دوزخ تقسیم میکرده باشند، همین را گفت نمیدانم. برای همین گریان بود عمرو بن عاص. برای همین عمرو بن عاص در زمان خلافت حضرت عمر یک بچهش قطعی یک بچه کمبغل نصرانی از دوانی میکنه. بچه امین نصرانی اسب بچه حضرت عمرو بن عاص میگذره، با یه عصا میزنش، بچه خودشو میزنش. بعد این خبر رسیدگی بده به نصرانی که این حضرت عمر عادل ای، یکی از خلیفه های عادلی روی زمین حضرت عمر ای. با همین بچه همین نصرانی میآید با مدینه را میگه دا کیه امیرالمومنین؟ میگه من امیرالمومنینم. نه ترس، میگه بیا بچه جان بیا. میشنونش میگه چی شکایت داری؟ میگه شکایت من میگه امیرالمومنین ای عمر شکایت دارم. میگه چی شکایت داری؟ میگه امی پسر عمرو بن عاص شکایت دارم، بچه پادشاه شکایت دارم که من به عصاش زد. گو بچه بهترین را تو میگذاری؟ بچه بهترین را میگذاری؟ مثلا بچه پادشاه را تو میگذاری؟ به حضرت عمر گو که همه جا بیس سین نصرانی بیس مکتوب نویسون به عمرو بن عاص که ای عمر بچه تا میگیری میاد قطعی. وقتی مکتوب که به عمرو بن عاص رسید گو که سینی بچهش که یگان کمبودی کرده. گو نه بچه اوتاجونی چی کمبودی نگو که سیرن بیان نکرد. بعد میگه در همین حالت چیکار کرد؟ بعد بچهش گریف آمد. بعد حضرت عمر همین نگاهش کرد، گوی عمر این مردم مادراشون اینا رو آزاد تولد کردگی، کی مردم از شما غلام کردگی، کی غلامی شما ای؟ گو چیکار کردیم امیرالمومنین؟ گو بچه دی کم بغل از زدگی ای، بچه کم بغل از زدگی ای نصرانی ای با زدگی شین. بگو که چخیل با نصرانی این الشباب المصری، جوان مصری در کجای؟ جوان مصری از جاش خیست. اون عصا دارن که دستاشون مصری ها. گو اما عصاش قطعی آمد. گو بیای جا. گو بچه عمرو بن عاص هم آوردگی ای، پادشاه بچهش آوردگی ای. حضرت عمر همین عصا را گرفت، عصای همون بچهش گرفت، بچه عمرو بن عاص. گو بزن امیرا، همین نصرانی گو بچه همین عمرو بزن، بچه پادشاه را بزن. بس زدش گو تا دلت خنک شده را بزنش. گفت بزنش. گفت بچه بهترینای، بچه بهترینای بزن. گفت اون نصرانی بزدش، اون نصرانی زدش تا دلش خنک شده را. گو یه عصا دیگه همین سر عمرو بزن. گفت حضرت عمر یه عصا دیگه. گو خی امیرالمومنین گو همین تو دیدن بچت مردمی کم بغل ظلم میکنه، تو دیدن پادشاه گفته بچت مردم پسند نمیکنه. بگو ای عمر به حضرت عمرو بن عاص گفت امیرالمومنین کاری خوب نکردی، مردم جرأت پیدا میکنه. گفت ای عمر با راهی ظلم نمیشود، پادشاه راهبر مانند پدر ای، مردم باید در آغوشت بگیری، در همه حالت در بر تو باشد. مردم وقتا که مشکلات بستر مردم میان دست مردم بگیری، مانند پدرشون باشی. وقتی با مردم وقتی مشکلات بسترشون میان با تو رو آوردن، مشکلاتشون برو آوردی، در غمشون شریک باشی، در خرسندیاشون شریک باشی، هر مشکلاتی بیاد در اطراف تو جمع میشن. ای عمر گفت بر راه ظلم نمیشد، دار ظالم خراب. گفت ولو بعد حینین، دار ظالم خراب اگر چند اندکی نباشه. بعد نگاه میکنیم عمرو حضرت عمر همیشه تعلیمش داد که فرزندای دیگه هم فرزندای ما و شما هم. همین فرزندای هر سرزمین فرزندان همین دولت و همین ملت و همین کشورن. و آبروی اینا آبروی همه ما و شما، به آبروی اینا به آبروی همه ما و شما. ما و شما باید دست به دست بتیم این جمعیت و این دولت و این کشور باید بسازیم و مرد به این ملت باید ما در دنیا افتخار کنیم. افتخار ما و شما تاجیکستان ای، تاجیکستان خانه هر کدام ما و شما ای، هر کدام ما و شما مسئولیم که همه ما و شما مسئولیت داریم برای آبادی، برای پیشرفتی، برای خوشبختی این سرزمین و این ملت باید ما و شما حرکت کنیم. برای همین دعا میکنیم که پروردگار ما و شما را این بزرگوارایی که ما یادآوری کردیم، پروردگار ما و شما را پیروی بزرگوارها بگردانه و پروردگار ما و شما را پیروی حبیبش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بگردانه، پیروی قرآن عظیم الشان و قرآن عظیم الشان و احادیث های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما را پیروی شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بگردان. پروردگار ما و شما را شفاعت حبیبش محمد مصطفی صلی الله علیه و حوض کوثر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را و این خاندان که سبب جمعیت ما شدند